السلام علیکم برادران عزیز. پیش از همه گروه تشبسکاران مشترک بابت مستحکم کردن دوستی خلقهای تاجیک، ازبک و آسیای مرکزی، تمام مردم تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، اوکراین، بلاروسیه و چکسلواکیه، لاتویا، لیتوا، استونیا و دیگر دولت ها را به مناسبت 80 سالگی روز غلبه بر گرمانی فاشیستی از صمیم قلب تبریک میگوید. تکرارا تمام مردم دنیا را با این عید 80 سالگی غلبه تبریک میگوید. امروز گروه تشبسکاران مشترک بابت مستحکم کردن دوستی خلقهای تاجیک، ازبک و آسیای مرکزی به مناسبت 80 سالگی غلبه بر گرمانی فاشیستی برنامه را تیار کرده است با عنوان چادک، خواجان، قرغنتپه، برلین، ریکستاگ. سببگاری این عنوان نام از آن عبارت است که در این جنگ دوم جهانی شخصان قهرمان از قشلاق چادک سال 1945 در جنگ اشتراک کرده تا خودی برلین ریکستاگ رفته قهرمانی خود را نشان داده است. از آن جمله من این کس قهرمان میشود که اتابایف می باشند. از سال 1941 تا 45 تا از قشلاق چادک، مسکو، برلین تا ریکستاگ رفته قهرمان شده آمدن. الهی جایشان جنت شود. این کس می شود که اتابایف می باشند. دوم قهرمان ما اشورمت و فیضمت اکا می باشد. این کس چی گوییم؟ پدری ما گوییم هم میزیبد چون که این تقاوی ما هم می باشند. من این اشورمت و فیضمت خود از زاده چادک بوده. سال 1941 45 تا من برلین جنگ کرده تا ریکستاگ رفته است. اینم قهرمانی ملت گویم، قهرمانی قشلاق چادک این کس کی بودن؟ اشورمت و فیضمت بابا. اگر زنده می شدن 105 ساله می شدن. برام از خدا چی می پرسیم؟ این گذشتگان را خدا همشون شایسته جنت کته دعا میکنیم. بیا سیه گفت چیزی که من نرس بتونم شین جنده شین چی یکان کم بودی شک گو منه اون چادک تمام شد. نما رو گفتیم چادک، خواجان، قرغنتپه، ریکستاگ گفته که باشه. من در این برنامه ما قهرمانایشون از خواجان رسول امینجان فیضمت هاش می باشند. نگاه کنید چه خیلی آدم نورانه که خداوند کریم به این بندش عمر داده است، بخت داده است، آبرو داده است. شکر میکنیم و حالا از دنیا رفته باشدم ما دعا داریم که روی رسول امینجان فیضمت شاد باشد. خدمت های شایسته اینها را چقدر گویم، چقدر دعا کنیم میارزد کم می باشد. زیرا این برادر ما رسول امینجان فیضمت از سال 1941 تا 45 از شهر خواجان به مسکو تا برلین تا ریکستاگ رفته خدمت کردند. حالا برنامه ما درباره حق همین کس چی که معلومات دارند از روشن میکند. من رسمی کی است؟ من رسمی امینجان فیضمت رسول در سال 1941 45
گرفته شده است. نگاه کنید منه با سربازان با قهرمان ها رسم گرفتن. اینا همشون منه قهرمان ها ملت چقدر دوست بودیم. همینا تا برلین رکستاگ رفته بودن. چی میگم؟ زنده باد روی اوراقی رسول امین جان فیضیمت شاد باشد. من شخصا شکرانه همین کاتب گنرالی بریزوف یعنی بریشنیو بشم، زیرا صورت عکس اینها را دیده سال 1979 تا 80 به یادم میاد که با واسطه احمد جان عادل شرار رشیدوف با این شخص واخورده بودم. این شخص یعنی برای آباد کردن تاجیکستان ازبکستان سهم ارزنده گذاشته است که برای ما قدردانی کرده. همیشه در حق اینا دعا میکنیم. من باز شناس میشم. مرحمت نگاه کنید. من امین جان فیضیمت هایش منه واقعا منه این شخص 3 کرات قهرمان مهنت سوسیالیستی از خوجند باستانی قهرمان که است برون خوجایف الهی خدا شایسته جنت کند. این شخص را دنیا میداند، خلق دنیا قدردانی میکند. چقدر آدمی نورانه. من در کلخاز این کس بودم. از یک کلخاز اینها 21 قهرمان مهنت سوسیالیستی بوده است. رحمت روی اوراتان شاد شود. برادر پدر از اورون خوجایف. من در اینجا باز عکسی من محروم الهی شایشان جنت شود. من در اینجا با استادان من پیران من بزرگان تاجیکستان بودم. من در اینجا همشون در اینجا نگاه کنید. اینها را ما امروز یاد آوری میکنیم، در حقشان دعا میکنیم. اینا همشون فرزندانی خواجند زمین بودند. اینها هم در وقت جنگ بزرگ وطنی خدمت کرده تا برلین رفته بودند. من برای همون چی میگم؟ روی اوراق گذشتگان شاد شود، روی اوراقتان شاد شود. رسول امین جان فیضیمت. ما این رسم نگاه کنید. الهی همین ولیم ایلیچ لینم روی اوراق شادی کنید. منه مرحمت بینید. بعد از نزد شخص بزرگ بودن. همین شخص بزرگ همیشه ما یاد آوری میکنیم. من یک طرف شناس میشم. منه در اینجا باز هم قهرمان کیان رسول امین جان فیضیمت با پسرچه کلانشان استاد دیدن. منه اینا در اینجا نگاه کنید. منه این کس کاتب دیونگر کم. من این کس الهی رو اوراشان شاد شود. مومنوف اسمونه کم. منه الهی رو اوراتان شاد شود. من در اینجا در اینجا کمیسیت حربی. من اینجا بایزوف سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه بودن. ما از خدا چی میپرسیم؟ همین گذشتگان همش صاحبی شایسته جنت شوند. من در اینجا نگاه کنید. من امروز ما اینها را در یاد میآوریم. از خدا میپرسیم که همشون شایسته جنت کنند. من در اینجا جنت رحمت بودن. من اینجا نگاه کنید. من الهی همینا همشون شایسته جنت کند. اینا همش قهرمانان شهر قرغانتپه میشد. اینها را یاد آوردن شرف است. در حقشان دعا کردن این قهرمانی است. اینا نگاه در حق اینا ما حالی تلاوت قرآن میکنیم. من مرحمت نگاه کنید. من مس اسم مومنیش را ما یاد آوری میکنیم. الهی جانتان جنت شد. برادران عزیز من باز قهرمان اساسی ما رسول امین جان فیضیمت. من این رسم را با یاد میآوریم. این شهر قرغانتپه این کس رسول امین جان فیضیمت بشه. این کس نبی عبدالرحمن نبیش میوشند. الهی شایسته جنت کند. شما را در یاد آوریم. روی اوراقتان شاد میکند. آخران در حق همتان دعاهای قرآن. سال 1976 این شهر کسلواس میبوده است. من در اینجا عکس گرفتم. من این کس الهی شاد روان نورینوف گلمتکام الهی شایسته جنت شاید. شایسته جنت شوید. من گلمتکام نیست در اینجا. من باز رسول امین جان فیضیمت میباشم. من اینا همشون قهرمان های گجا قرغانتپه الهی همشون شایسته جنت کنند. اینها برای دم گرفتن در شهر کسلواس این عکس را گرفتن که امروز ما با این عکس خانرانی کرده با اینا شناخته شدیم. باز با قهرمانی
برنامه اون رسول امینجان فیضیمتوف شناس میشیم. من در اینجا باز کیان مومن عثمان که این کسا من استرای جنگوزی اله شاسته جنت کنند. من در اینجا نگاه کنید. من این کس نبیف عبدالرحمن من اله جوشان شاسته جنت کنند. من در اینجا در یک مجلس استاده. من در بالا با منبر. من در اینجا بایزوف کتگی برادرم ما سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغان تپه بودیان. اله شایسته جنت کنه همین ها را همشون را. من اینها را فرزندشان هست، نیبرشان هست. این عکس ها را بینن خرسند میشن که ما این برنامه را تشکیل کردیم. باز به این عکس اعتبار میتیم. من با رسول امینجان فیضیمتوف من اینجا با کمیسیت حربی من اینجا نگاه کنه قهرمانی همش از قرغان تپه. من باز اومدیم روی قهرمان ملت مومن عثمان اکا شاید رو اوراتان شاد شود. با خدمت های شما ما احسان میگوییم. مردم قرغان تپه همیشه شما را یاد میآورد. همیشه در حقتان در هر یک مرکه دعا میکند الا رو اوراتان شاد شود. عثمان مومنویچ من در اینجا نگاه کن. این کس کاتب دیونگر کن بوده. من روی اوراتان شاد شود. بایزایف من فرزند نیبره های شما این عکس شما رو بیندم خرسند میشد. اما ما در حق شما دعای نیک میکنیم. من در اینجا بود مرحمت الهی روی همین گذشتگان خرسند شود میگویم. من در حق این گذشتگان با حال دعای نیک دعای قرآن میکنیم. باز قهرمانی ما رسول امینجان فیضیمتوف در یک مجلس که من برآمد کرده استودیان. من در اینجا این نفرها در حیات نباشدم. نیبره های این کس فرزند های این کس در یاد میآورند که در این برنامه را قهرمانش پدر باباهای ما بود است. میگم روی اورایتان شاد شود رسول امینجان فیضیمتوف. من این کس نبیف من عبدالرحمن نبیف روی اورایتان شاد شود. فقط همین در حقتان دعا میکنیم. ما گفتیم قهرمان ها اشتراکی جنگی بزرگ وطنی این کس صابر ملایش می باشند. این کس هم زاده چادک باشدم سال 41 به شهر قرغان تپه به آباد کنی وادی زرنسار وقت رفته. از شهر قرغان تپه به خدمت وطن حمایه وطن اول به مسکو به برلین تا ریکستاگ رفته قهرمان شده آمدن. الهی صابر ملایچ روی اوراتان شاد شود. در اینجا من باز میبینیم این که شایموف الهی روی اوراتان شاد شود. فرزند نیبره های شما این برنامه رو ما رو تماشا میکنن خرسند میشن. ما چی میگیم؟ در حقتان دعا میکنیم. رفیق شایموف در حقتان روی اوراتان شاد شود. در اینجا نبینید هیچ تباری این کس هم میدونن این کس کی باشد. خطا نکنم یک رئیس کلخاز بودن هم خود است اکای من رفیق شایموف روی اوراتان شاد شود. در حقتان دعا میکنیم. صابر ملایچ در حقتان دعا میکنیم. این کس هم در حقشان دعا میکنیم. در این کس هم حقشان دعا میکنیم. مقصد اساسی ما چی است؟ شاد کردن روی قهرمان هایی که از شهر قرغان تپه برای حمایت وطن تا ریکستاگ جنگ کرده رفتن همونها را یادآوری میکنیم. ما در برنامه هم گفتیم که قهرمان ها از چادک خود جنگ قرغان تپه گفتیم. به اینجا شناس میشد. این کس نیازمتوف محمد جانکا می باشم. در اینجا باشد نگاه کنید که این کس اکای که میگن جوراباکا جیلیوف می باشم قهرمان تا برلین ریکستاگ جنگ کرده رفته گیان. در اینجا این کس میشناسد که است. در اینجا باز قهرمان صابر ملایچ می باشند. الهی روی اوراتان شاد شود. در حق شما چند قدر دعا کنیم نیزود. در اینجا باشد باز هم قهرمان زاق اشورباکا می باشند. این کس هم
زاده چادک بوده برای آبادانی وادی وخش و وادی زنسار وخش رفته مهنت های شایسته کرده سال 1941-45 برای حمایت وطن و جنگ دوم جهان رفته از دوشنبه مسکو برلین تا ریکس تک رفته بودند. در حق این کسم چقدر دعا کنیم میارزد. ما با صحبت خوش من صابر ملایش روی عوراتان خرسند شاد شود. الهی شایسته جنت شود برادر صابر ملایش من نگاه کنید قهرمان ملت اشور زاکوف. الهی خداوند کریم شما را شایسته جنت کند. الهی فرزند نیبره شما همیشه خدمتگار وطن ملت شود. از خدا چی میپرسیم؟ همیشه روی اوراق شما شاد شود. ما خرسند هستیم. از خدا همین رو میپرسیم. نیز در اونجا تبسم‌های زیباترینی جورابا جلیف میباشند. این کس برای چی خرسندند؟ از غلبه بر گرمانی فاشیستی خرسند هستند. تبسم‌های زیبا دارند. برای همون ما از خدا میپرسیم که در حق همینها دعا میکنیم شایسته جنت شود. همین جورابا جلیف هم باز تکرار میگم زاده چادک برای آبادانی وادی وخش رفته از شهر قرانده 1941 تا 45 در جنگ دوم جهانی اشتراک کرده. تا ریخستگ جنگ کرده رفته. چندین بار معیوب مجروح شده بودند. من برای خدا چی میپرسیم؟ روی اوراق این گذشتگان خرسند شود. یاد بیاوریم من این صورت‌های بینید. من قهرمان‌های ملت جورابای جلیف رویتان شاد شد. روی اوراقتان شاد شد. من اینجا صابر ملایش الهی روی اوراقتان شاد شود. ما چی میگم؟ فقط در حقتان دعا میگم برادر عزیزان. من به عکس مادر نگاه کنید. چقدر مادر غمگین است برای اینکه فرزندهای این مادر سال 1941-45 و جنگ بزرگ وطنی رفته بودند. حمایت وطن رفته بودند. چقدر این مادر ما غمگین است. غمگین برای چی؟ فرزندان من از جنگ صحت سلامت می آیند نگفته از خدا ناله دارد. از خدا میپرسیم که مادران حاضره تاجیک هیچ وقت غمگین نباشد. در آسمان صافی تاجیکان ازبکان غبار نشود. همیشه کبوترهای صلح پرواز کنند. الهی خداوند کریم باز چی میگم؟ از همه بهترین در روی دنیا، از همه بهترین دنیا با مردم تاجیک ازبک مردم دنیا سلامت باشند. در روی دنیا جنگ نباشد. یگان مادر روی دنیا این خیلی غمگین نباشد. مقصد اساسی ما چی؟ شعار ما همین دوستی است. دوستی باشد همه کار حل میشود. تاجیکان ما مقال دارد اگر آدم عز شود همه کار حل میشود. اگر ما همه دوست باشیم برادر باشیم در روی دنیا جنگ نمیشد. گروه تجاوزکاران مشترک بابت مستحکم کردن دوستی خلقای تاجیک ازبک و آسیا مرکزی در آخر باز تکرار به تکرار تمام مردم روی دنیا را با غلبه به 80 سالگی روز غلبه بر گرمانی فاشیستی از صمیم قلب تبریک گفته به همه مردم روی دنیا سلامتی تنگی آرزو می‌نماید. بگذار آسمان صاف روی دنیا آسمان صاف شود. در یگان قطعه در یگان جا جنگ نشود. زیرا جنگ هیچ عاقبت خوب ندارد. ما در غزه در دیگر جاها دیده استادیم. در اسرائیل در یمن در ایران بسیار مردم بیگناه چه هلاک شده استادند. باز از خدا چی میپرسیم؟ ای خداوند کریم در روی دنیا از همه بهترین تنجی آرامی دوستی شود. باز تکرار میگم که همتون صحت سلامت باشید.